وصیت 49 درختان جنت. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نزدش میگذشت و او درخت میشیناند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای ابو هریره، چی میشینانی؟ گفتم: درخت میشینانم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را از درختی که از این بهتر است خبر کنم؟ بگو: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یعنی پاک از خدا و ستایش او راست و نیست معبود بر حق مگر خدا و خداوند بزرگ است. به هر یک این کلمه‌ای که میگویی در بهشت برای درخت شنانده